به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان گرامی، کسانی که از دین اسلام خارج می شوند نسبت به کسانی که در دین اسلام داخل می شوند یا که اسلام را قبول می کنند انگوش شمار هستند. یعنی ما کم انسانی را می بینیم که از دین اسلام خارج شود و این سبب ها دارد. یعنی بعضی سبب هایی است که انسان را از دین اسلام خارج می‌گرداند و اولین این سبب ها این وسوسه های شیطانی است. این یک بیماری است. وسوسه شیطانی این یک بیماری است که هر روز و هر لحظه در دل انسان شبهه داخل می‌کند و وسوسه هایی می‌کند که انسان را یا عقیده انسان را نااستوار می‌گرداند. مثلا میگوید نعوذ بالله که خدای وجود ندارد. همین وسوسه را در دل انسان داخل میکند. پس باید ما یک مسلمان باید جواب این را به یک شکل عقلانی به او بدهد. یعنی که به دلیل های عقلی باید جواب این شیطان را داد. مثلا اگر به شما وسوسه میکند که نعوذ بالله خدای وجود ندارد، در جواب او میگویی که ما همین دوربینی که در پیش خود میبینیم همین از خود یک سازنده دارد، یک کسی همین را ساخته است. پس این چشمهای زیبایی که الله سبحانه و تعالی خلق کرده است و بهتر و خوبتر از این دوربین ها میبیند و از این دوربین ها کرده بهتر نوار میگیرد، آیا این میتواند که به یک آفریدگار خلق شود؟ یا که این زبان گویا، این گوشهای شنوا، این اندام زیبایی که یک انسان دارد، آیا میتواند که به یک آفریدگار خود به خود به وجود بیاید؟ هرگز. از همین لحاظ آفریدگاری وجود دارد که تمام این مخلوقات را خلق کرده است. یا نعوذ بالله به انسان وسوسه میکند که جنت و دوزخ وجود ندارد، جهنمی وجود ندارد. به او باید یک جواب عقلانی هم باید بدهی که اگر جهنمی وجود نمی داشت، انسانهایی که به مردم ظلم کردند، انسانهایی که به ناموس مردم تجاوز کردند، انسانهایی که میلیون ها انسان را به قتل رساندند و به همون حال ایشان از دنیا گذشتند، اگر جهنمی وجود نداشته باشد، پس این حق انسانها را کی برای آنها میدهد؟ این عدل نیست. مثلا فرعون اینقدر انسانها را به قتل رساند و به ناموس مردم تجاوز کرد و مردم بنی اسرائیل، میلیون ها کودک بنی اسرائیل را به قتل رساند و تا لحظه آخرین پادشاه بود. اگر جهنمی وجود نداشته باشد، این حق کودکان، این حق زنهایی که فرزندان اینها به قتل رسید، حق اینها را کی میدهد؟ البته جهنمی وجود دارد که حق آنها ستانیده می شود. و همچنین یک انسانی که در یک کوهستان و در یک صحرا زندگی می کند و هر سحر نماز بامداد می خیزد، می خواند در سردی، اگر جنت وجود نداشته باشد، پاداش این انسان را کی می دهد؟ این انسان 70-80 سال در سردی عبادت الله سبحانه و تعالی را می کند. اگر جنت وجود نداشته باشد، حق این را کی می دهد؟ البته که جنت و جهنم وجود دارد تا هر انسان را سزای اعمال آن داده شود. و دومین سببی که انسان از دین اسلام خارج می گردد، این زیاد گناه کردن است. وقتی که انسان یک گناه می کند، در دل آن یک نقطه سیاهی به وجود می آید و اگر به آن گناه ادامه بدهد، دل آن سیاه می گردد و باعث آن می گردد که هیچ سخن حق را قبول نمی کند. الله سبحانه و تعالی می فرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون.
هرگیز چنین نیست، بلکه بر دلهای آنها تیرگی و سیاهی جمع گردیده است به سبب آنی که آنها می کردند، به سبب عملهایی که آنها می کردند. دل سیاهی می گیرد، زنگ می گیرد، زنگار می گیرد تا آن دمی که بر دل مهر زده می شود. به سبب گناه های انسان بر دل انسان مهر زده می شود و حق را نمی شنود و حق را قبول نمی کند و در آخر از اسلام خارج می گردد. سومین سبب خارج شدن بعضی ها از دین مبین اسلام این رفتار و کردار بعضی از مسلمان هاست. یعنی کسانی که ایمان ضعیف دارند، آنها اسلام را در عمل مسلمان ها می بینند، فکر می کنند که اسلام همین است و این سبب می شود که آنها از دین اسلام خارج می شوند. یا اینکه سخنها و رفتار بعض از دانشمندان ما، علمای ما در مقابل کسانی که میخواهند فکر خود را در جامعه مطرح کنند یا یک فکر خطایی که در جامعه مطرح میکنند و جواب تندی دانشمندان ما سبب آن میگردد که این انسان از دین خارج میگردد. مثلا همین عبدالقادر طلبک وقتی که در اول آغاز کرد به نمایش دادن تاریخ زردشتیان و دیگر دانشمندان ما بسیار یک سخن تند و جواب تندی برای او دادند و همین سبب گردید که الکی از اسلام و دین مبین اسلام فاصله بگیرد. اگر یک دانشمندی پیدا میشد که با او صحبت میکرد و همه سوالهای خود را با او مطرح میساخت و جوابهای خود را میگرفت و با یک مهربانی با اون صحبت میکرد و برای او میفهماند که هرگیز خودشناسی ملی با دین مبین اسلام در تضاد نیست یا اینکه نمایش دادن تاریخ یک ملت مقابل و ضد دین اسلام نیست. یعنی بسیار عملهایی است که اگر آن را برای آن روشن میکردن و برای او میفهماندن شاید که آن از دین اسلام خارج نمیشد. ولی همین جواب تند دادن سببگاری خارج شدن بعضی ها از اسلام میگردد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مهربان بود و سخنهای نرم میگفت، همین باعث گردید که مردم مسلمان شدند. در قرآن کریم آمده است که الله سبحانه و تعالی میفرماید ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو ای رسول خدا سخن درشت میگفتی یا اینکه سنگ دل میبودی، آنها در گرد تو جمع نمیشدند، آنها از گرد تو میرفتند. و همچنین وقتی که یک مسلمان به دین مبین اسلام دعوت میکند، یعنی بسیار به یک مهربانی باید دعوت کند. کسی پیش امام غزالی آمد و با او گفت که حکم تارک الصلاه چیست؟ کسی که نماز نمیخواند حکم او چیست؟ امام غزالی میگوید که حکم آن همین است که دست او را گرفته به مسجد ببری. یعنی که شما دست او را گرفته نماز خوان کنید، نماز را تعلیم بدهید، اون را به مسجد برده و نماز خواندن را برای او نشان میدهید. یعنی میتونست که امام غزالی بگوید که کسی که نماز نمیخواند فاسق است یا که کسی نماز نمیخواند کافر است، چنانه که اختلافات بین علما هست، لیکن نگفت که کافر است، گفت که برای او چکنی باید نماز را نشان بدهید. همین گونه مهربانی با کسانی که ضعیف الایمان هستند و برای او تمام نافهمی های دین را به یک آسانی و به یک نرمی فهماندن، این وظیفه هر یک مسلمان است. چهارمین سبب خارج شدن بعضی از دین مبین اسلام این ندانستن حقیقت اسلام است یا اینکه معرفت کامل در مورد اسلام ندارند. مثلا همین عبدالقادر طلبک، ژورنالیست مشهور و نویسنده، شاید که در
همون رشته خود و در تخصص خود یک دانشمند باشد، ولی معلوماتی که او در مورد دین اسلام گفته است در بعضی از رسانه ها، معلوم میگردد که اونقدر معلومات کامل ندارد. مثلا در مورد اولین پیغمبر، اولین کسی که دعوای یکتاپرستی کرده است، مثلا این سخن ها البته که همه آنها درست است. یا اینکه مثلا میگوید که جنازه نه در قرآن است و نه در حدیث است، یعنی این سخن ها البته که خطا است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز یک منافق که به نام ابی ابن سلول بود از دنیا گذشت و پسر او یک انسانی مسلمان، یک انسانی صحابه با تقوی بود، پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد به او گفت که پیراهن خود را بده که من به او به پدر خود پوشانم در قبر. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به او داد پیراهن خود را. یعنی این از مهربانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، اگر چنده که ابی ابن سلول کسی بود که بر دین اسلام اونقدر ضررهای رسانده بود که یعنی هیچ ناگفتنی، و تهمت‌های نسبت خانواده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده بود، یعنی یک دشمن اشدی پیغمبر بود. ولی هنگامی که پسر او آمد و طلب جامعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرد، به او داد که رفته اون رو با پدرت بپوشان. و وقتی که بعد از آن آمد پسر او و گفت که ای رسول خدا بیا بر پدر من نماز جنازه بخوان، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جای خود برخاست تا اینکه به او جنازه بخواند. حضرت عمر خیست از جایش و پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را گرفت که ای رسول خدا، این ابی ابن سلول است، این منافق بود. الله سبحانه و تعالی گفته است که استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم. اگر با آنها استغفار، برای آنها استغفار طلب بکنی یا اینکه استغفار طلب نکنی، اگر 70 مراتبه برای آنها استغفار طلب بکنی، الله امتحان آنها را نمی بخشد. یعنی آنها منافق بودند. ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک شخصیت مهربان بود و گفت که ای عمر، اگر من بدانم که از 70 مراتبه زیادتر استغفار طلب بکنم الله متعال آنها را می بخشد، من برای آنها استغفار طلب می کنم. و رفت جنازه او را خواند که اندکی بود که آیت نازل شد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را منع کرد از خواندن نماز جنازه بر منافقین. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. همین آیت نازل شد. بعد از آن دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز جنازه هیچ منافق را نمیخواند. یا اینکه همین حدیث هایی که در مورد دعاهایی که ما در نماز جنازه میخوانیم، همین دعاها از کجا گرفته شده است؟ یعنی حدیث های صحیح مسلم است که همین دعاهای نماز جنازه را ما از او آموختیم. شاید که همین عبدالقادر طلبک وقتی که مسلمان بود، پدرشون از دنیا گذشت. پدرشون یک انسانی مسلمان و یک انسانی داملا بودن، میگویند خداوند جایش را جنت الفردوس بگرداند. همین انسان شاید که همین دعاهایی که در نماز جنازه میخوانند همین را بداند. همین دعاها را ما از کجا گرفتیم؟ همین دعاها را ما از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفتیم. احادیث صحیح است. یعنی یک مسئله بسیار ساده است، یک مسئله ساده ای که این را مثلا اینها اهمیت ندادن و گفتن که جنازه نه در قرآن است و نه در حدیث است. همین چیزها باعث میگردد که انسان از دانش اسلامی وقتی که دور می شود، همین چیز سبب می گردد که انسان از دین اسلام خارج می شود.